خراسانی کهن زادگاه و پرورشگاه زبان تاجیکی. خراسانی بزرگ از ازل سرزمین تاجیکان و تاجیک نژادان بود و پرورشگاه و به میان آورنده زبان دری تاجیکی. زبان تاجیکی همچون زبان علم و عرفان. آن همین زبان ما را در جسم ملت نمایش می‌دهد در جهان. زبانی که 3000 سال تاریخ را در خود گره می‌زند. این زبان 100-200 ساله نه. این زبان خیلی قدیم، چون که زبان خیلی پخته. زبان اوستای شاهنامه و رودکی و سینای بزرگ. دومین زبان بین المللی بود که در عالم منتشر شد.